روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم به نزد یک قبرستان گذر کرد. ناگهان از یک قبر صدای شنید که می گفت: وای بر من، از چهار طرفم آتش است. رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل آن دیحه را گفت: هر کدام در نزد قبرایتان راست ایستید. همه میگه راست ایستادند. نگاه کرد، یک پیرزن نزد این قبری که از درونش صدا می برآمد ایستاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به این مادر گفت: ای مادر، در قبر کیست؟ مادر گفت: فرزند من است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت: این چه گناهی کرده است که خداوند این را عذاب کرده ایستاده است؟ مادر گفت: این زنش را از من زیاد دوست می داشت. از روی زنش من سرپناهی نداشته بودم، مرا از خانه رانده بود. ای رسول الله، جانم فدایت، من از این فرزند بیزار هستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خدا گفت: خدایا، عذابی که این فرزند کشیده ایستاده است در چشم این مادر نمایان کنید. وقتی که این مادر این عذاب فرزند خود را به چشم خود دید، خود را در تار قبر پسرش پرتافت و گفت: خدایا، من از این فرزند راضی هستم، من از این فرزند راضی هستم، من از این فرزند راضی هستم. همان زمان میگه آتش از نزد این فرزند بیرفت. ببینید دوستانی عزیز، مادر چنان صله رحمی هست، چنان مهربانی هست. ببینید مادر را از خانه بیرون کرد. مادر غضبانی بود. وقتی که عذاب فرزند را دید و او را بخشید. بهش زیر قدم مادران است. وای به آن جوانی که مادر از او راضی نیست. خداوند هر یکی ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت فرماید. اگر در یک جای این قصه خطایی از من سر زده باشد، خداوند من را ببخشد و شما هم در حقم دعا کنین. خداوند گناههای ما و شما را مغفرت کند و ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت فرماید و همیشه در خدمت پدر و مادر خود باشیم. بازم خداوند ما را ببخشد جای خطا کرده باشیم.